بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام علی من لا نبی بعده و بعد. بینندگان عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. باز هم با قسمت جدیدی برنامه گناهان کبیره با گناه بزرگ دیگری خدمت شما عزیزان و سروران هستم. در این قسمت در مورد گناه بزرگی که او عبارت است از نوشیدن شراب در موردش صحبت کنیم. البته همه مسلمانان، حتی اطفال و کودکان مسلمانان نیز میدانند که نوشیدن شراب و شراب نوشی گناهی است از گناهان بزرگ و شراب از جمله چیزهایی است که در شریعت اسلامی حرام خوانده شده است. همان گونه‌ای که ما در فرائض داشتیم، گفتیم هر امر الله متعال، هر کاری را که الله متعال گفته انجام دهید، هر فریضه الهی و هر حکم الهی که امر باشد در آن که این کار را بکنید، اگر آن کار را نکردیم ما مرتکب گناه کبیره شدیم. مثل نخواندن نماز. البته تنها در مورد نماز گفتیم که اختلاف است، ترکش گناه کبیره است یا کفر، اما در بقیه فرائض این گونه است که ترک آنها گناه کبیره است، مثل زکات، مثل روزه، مثل حج و غیره. همینطور از چیزهایی که الله متعال منع می کند، چیزهایی را که بر ما حرام می گرداند و نهی می کند که به فلان چیز نزدیک نشوید، فلان چیز را نخورید، فلان کار را نکنید، اگر ما آن کار را کردیم، آن حرام را خوردیم، آن حرام را نوشیدیم، اینجا مرتکب گناه کبیره شده ایم. یکی از چیزهایی که الله متعال آن را برای ما حرام گردانیده است شراب است. پس وقتی که ما شراب نوشیدیم، حرام را نوشیدیم، مرتکب گناه کبیره شدیم. الله متعال می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ای مؤمنان، یقینا شراب و قمار و بتها و ازلام یا چیزهایی که توسط آن فال میدیدند مشرکین قریش، همه اینها رجس من عمل الشیطان، اینها پلید هستند و از اعمال شیطان هستند. فاجتنبوه، پس شما از اینها اجتناب بکنید و پرهیز بکنید، لعلکم تفلحون، تا که شما رستگار شوید. الله متعال در این آیت شراب را از جمله چیزهای ناپاک میخواند، پلید میگوید او را، و همچنان شراب نوشی را از اعمال شیطان معرفی میکند. پس هر انسانی که این پلید را می نوشد و مرتکب این عمل شیطانی می شود، در حقیقت او مرتکب گناه بزرگ شده است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیثی می فرمایند که اجتنبوا الخمر فانها ام الخبائث. ای مسلمانان، شما از شراب اجتناب و دوری بکنید، زیرا شراب ام الخبائث است، مادر گناهان است. انسان وقتی که شراب نوشید، هر گناه دیگری را انجام میدهد. در آیه دیگر الله متعال میفرماید که و من یعص الله و رسوله و یتعد حدوده یدخله نارا خالدا فیها وله عذاب مهین. هر انسانی که نافرمانی الله را بکند و نافرمانی رسول الله را بکند و یتعد حدوده و از حدود الله متعال تجاوز بکند، این انسان نافرمان را الله چی میکند؟ یدخله نارا خالدا فیها، او را در جهنم داخل میکند و در آنجا همیشه میماند، و له عذاب مهین، و برای این انسان عذاب اهانت کننده است، عذاب ذلیل کننده هست. پس وقتی که انسان شراب می نوشد، در حقیقت نافرمانی الله را می کند و در حقیقت نافرمانی رسول الله صلی الله علیه و سلم را می کند و همچنان از حدود الهی که خط قرمزهای الله متعال هستند
از آنها دارد تجاوز می کند، چون الله متعال برای ما حلال را بیان کرده و حرام را بیان کرده و حدود حرام را برای ما تعیین کرده که از اینجا آن طرف رفتید و پا گذاشتید شما به حرام پا میگذارید و مرتکب حرام میشوید. پس کسی که شراب می نوشد همراه نافرمانی الله و همراه نافرمانی رسول الله صلی الله علیه و سلم از حدود الهی نیز تجاوز می کند. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما می فرمایند که ما ببینیم هر حکم الهی وقتی که صادر می شد و وحی می آمد و به صحابه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بیان می کردن، واقعا این تعامل صحابه با نصوص و پیروی صحابه از وحی و اطاعت آنها از فرمان الله و پیامبر برای ما مسلمانان بعدی درس است. همین چیز باعث می شود که الله متعال می فرماید فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. ای صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم، اگر امتیان بعد از شما، مردمان بعد از شما مثل شما ایمان آوردن، یقینا آنها راهیاب می شوند. راهیابی ما در چیست؟ که ما مثل صحابه، مثل شاگردان رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمان بیاریم و مثل آنها عمل بکنیم. الله وقتی که آنها را به کار امر میکنه واقعا دیدنی است که آنها چطور به آن عمل میشتابند و چطور با هم سبقت میگیرند. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگوید که برای جهاد کمک بکنید، ما میبینیم که یک صحابی نصف مال داشته خود را میاره تقدیم میکنه، صحابی دیگر میاد کل مالش را آورده تقدیم میکند، صحابی دیگری میاد میگوید که نصف لشکر را من سواری مهیا میکنم، صحابی دیگری میاد میگوید که ای رسول الله فلان چیز را من تقدیم میکنم، صحابی دیگری میاد یک مشت خرما، چیزی دیگری ندارد، یک مشت خرما را در دامنش گرفته میارد به محضر رسول الله صلی الله علیه و سلم تقدیم میکند. یعنی این نشان میدهد که کم داشتن و زیاد داشتن، کم خرج کردن و زیاد خرج کردن این زیاد مهم نیست، به اندازه‌ای که اخلاص مهم است و این چیز در یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم مشهود است. ما هزاران نمونه این را در زندگی یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم دیدیم و میبینیم. همچنان وقتی که از چیزی منع میشوند، ما میدونیم که شراب در اول اسلام حرام گفته نشد، منع نشدن صحابه کرام از شراب، بلکه شراب میخوردن. اما وقتی که حکم الهی آمد، وحی آمد بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که شراب پلید هست و نجس هست، صحابه میگویند که در کوچه ها و پس کوچه های مدینه مثل سیل شراب ها را انداختن. الله اکبر، این چطور ایمانی بود که آنها داشتن؟ واقعا راهیابی ما و هدایت ما وقت محقق می شود که مثل صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمان بیاریم، مثل آنها عمل بکنیم، نه مانند این زندیق ها و بیدین هایی که میان بر شاگردان رسول الله صلی الله علیه و سلم و بر صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم تاخت تاز میکنن. در وقت تحریم و حرام شدن شراب، بار دیگر صحابه کرام ایمان خود را ثابت کردند و نمونه بزرگ از اطاعت و فرمانبرداری را تقدیم تاریخ اسلام کردند. حتی دشمنان اسلام وقتی که میدیدند برخورد صحابه با رسول الله صلی الله علیه و سلم و برخورد آنها با فرامین رسول الله صلی الله علیه و سلم، آنها انگشت بدندان میشدند. آنها متحیر بودند که این چه مخلوقی است، چطور انسان هایی هستند که با این اندازه تابع و فرمان بردار پیامبرشان هستند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میگه که لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظه، هیچ یک از شما نماز عصر را نخواند مگر در بنی قریظه. سبحان الله، در مسیر راه وقتی که میروند وقت نماز عصر میشود، تعداد از صحابه میگویند که هدف رسول الله این بوده که ما زود به بنی قریظه برویم، اما هدفشان این نبوده که ما نماز را تأخیر کنیم، نماز را میخوانند. تعداد دیگری میگویند که نه خیر، هدف رسول الله این بوده که ما باید نماز را رفته در بنی قریظه بخونیم. اینها میروند در بنی قریظه نماز عصر را میخوانند. یعنی هر دو طرف،
هر دو گروه کوشششان چی است که ما به امر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به طریق احسن به وجه مطلوب عمل کرده باشیم. وقتی که شراب حرام می شود، صحابی می گوید که جاده های مدینه از شراب پر شد. امروز اگر ما چیزی داشته باشیم حکم بیاید که حرام شده، چقدر تلاش میکنیم که والا قبل از این که یک قریه دیگر، یک کشور دیگر مردمش خبر شود، ما زود این را آنجا پارسل کنیم، اونجا بفرستیم که حداقل متضرر نشویم. مصارفی که اینجا کردیم، سرمایه‌ای که اینجا هزینه کردیم از بین نروه. اما یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین نبودند. ابن عباس رضی الله عنهما میگوید که لما نزل تحریم الخمر مشى الصحابة بعضهم الى بعض وقالوا حرمت الخمر وجعلت عدلا للشرك. وقتی که آیت تحریم شراب نازل شد، صحابه میرفتن طرف یکدیگر و به یکدیگر میگفتن که شراب حرام شد، شراب حرام شد و او را مثل شرک خوانده شده است. شراب را مثل شرک خوانده شده است. عبدالله بن عمر رضی الله عنهما میگفتند که بزرگترین گناهان کبیره شراب است. شراب نوشی بزرگترین گناه کبیره است. و همچنان از عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت شده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند کل مسکر خمر. هر چیزی نشه آور شراب است. هر چیزی که عقل انسان را بپوشاند، انسان را نشه بسازد، او حرام است. هر چیز نشه آور خمر شراب است و کل خمر حرام. و هر شراب حرام است. هر شراب نشه آور حرام است. و من شرب الخمر فی الدنیا و مات ولم یتب منها، کسی که در دنیا شراب نوشید و در حالت شراب نوشی از دنیا رفت و توبه هم نکرد از این گناه بزرگ و هو مدمنها و او همیشه اصرار میکرد در این شراب نوشیش، لم یشربها فی الاخره، در آخرت از شراب بهشت نمی نوشد و نمی چشد. در صحیحین حدیث دیگری از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که من شرب الخمرة فی الدنیا یحرمها فی الاخره، کسی که در دنیا شراب را نوشید او در آخرت از شراب بهشت، البته که او نشه نمیارد، او سر را به درد نمیارد، عقل را نمی پوشاند، از او شراب بهشتی محروم خواهد شد. البته در بعض روایات کسی که همیشه شراب می نوشد را به بت پرست، به کسی که همیشه بت را پرستش می کند تشبیه داده شده. از ابو هریره رضی الله عنه روایت از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که مدمن الخمر کعبد وطن، کسی که همیشه شراب می نوشد این مثل این است که بتی را پرستش کرده باشد. در حدیث دیگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در مورد شرابخوار میگوید که لا يدخل الجنه عاق ولا مدمن خمر، در بهشت یک نافرمان پدر و مادر وارد نمی شود و دیگر کسی که همیشه شراب می نوشد. و همچنان در روایت دیگری از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نقل شده است که میگویند ثلاثه لا تقبل لهم صلاه ولا ترفع لهم حسنه الى السماء. سه گروه، سه شخص کسانی هستند که هیچ نیکی آنها، هیچ نماز آنها پذیرفته نمی شود و هیچ نیکی آنها به سوی آسمان بلند نمی شود. از جمله این سه گروه یکش غلامی است که از نزد بادار و سید خود فرار می کند تا وقتی که برنگردد نماز او و نیکی های او پذیرفته نمی شود. دوم خانمی است که شوهرش بر او قهر و خشمگین است، تا وقتی که شوهرش را راضی نکند نماز و نیکی های این پذیرفته نمی شود. و شخص سوم، گروه سوم، و سکران حتی یصحو، انسان های که در حالت نشه هستند تا وقتی که از نشه بیرون نشوند نماز و عبادت اینها قبول نمی شود. همچنان در روایت دیگر میاد که انسان وقتی که شراب می نوشد، در گام شراب نوشی ایمان از او جدا می شود و او از ایمان عاری می شود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایند که ولا یشرب الخمر حین یشربها و هو مؤمن،
انسان شرابخور وقتی که شراب می نوشد در آن زمان مؤمن نمی باشد. در حدیث دیگر میاد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که کسی که زنا می کند یا شراب می نوشد الله متعال ایمان را از او مثل این دور می کند که او لباسهاش را از سرش بیرون می کند. همچنان از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم روایت دیگری نقل می شود که ان رائحة الجنة لتوجد من مسیرة 500 عام. یقینا بوی بهشت از فاصله 500 سال به مشام انسان ها می رسد، اما با وجود این بوی بهشت به چند گروه نمی رسد. یکی نافرمان پدر و مادر، دوم منان، کسی که نیکی میکند باز منت میگذارد که والله ما با تو فلان نیکی کردیم فلان کار کردیم. سوم ولا مدمن خمرین، کسی که همیشه شراب می نوشد. از بوی بهشت این انسان محروم می شود. در حدیث دیگری پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایند که لا يدخل الجنة مدمن خمر، کسی که به شراب همیشگی می کند، همیشه شراب می نوشد، این انسان به بهشت وارد نمی شود. البته یکی از چیزهایی که مورد لعن و نفرین قرار گرفته است توسط پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم کسی است که شراب می نوشد، کسی است که شراب می سازد، می فروشد. در سنن ابو داود روایت است پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایند که لعنت الخمر بعینها، شراب، ذات شراب ملعون قرار گرفته و مورد نفرین قرار گرفته است. دیگه و شاربها، کسی که شراب می نوشد این انسان مورد نفرین قرار گرفته و همچنان کسی که می نوشاند، ساقی آن و بائع آن، کسی که می فروشد و کسی که او را می خرد، تمام اینها به خاطر شراب مورد نفرین و مورد لعن قرار گرفتن. بدون شک شراب یکی از گناهان بزرگی است. البته بعضیا شاید فکر بکنن که خب برای امراضی که دوا باشه شاید جایز باشه نوشیدنش. نه خیر. ما روایتی داریم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که ان الله تعالی لم یجعل شفاء امتی فيما حرم علیها، یقینا الله متعال شفای امت مرا در چیزهای حرام قرار نداده است، پس در چیز حرام شفا نیست. لذا هیچ کسی این بهانه را آورده نمیتواند که من به فلان مرض گرفتار هستم لذا شراب می نوشم تا شفا یاب شوم. چون پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که الله متعال شفای امت را در حرام نگذاشته است، پس شراب به هیچ عنوان شفا نیست و از باب علاج هم اگر کسی میخورد مرتکب گناه کبیره می شود. اینجا یک داستان در همین ارتباط با کسی که برای علاج نوشیده است. داستانی است فضیل ابن عیاض، قبلا هم حکایت‌های از این مرد زاهد و عابد و متقی و پرهیزگار را خدمتتان عرض کردم. فضیل ابن عیاض شاگرد داشت. شاگردش مریض شد. وقتی وفاتش فرا رسید فضیل ابن عیاض رفت تا به او کلمه شهادت را تلقین کند. نزد او گفت لا اله الا الله، بگو لا اله الا الله. فضیل ابن عیاض داشت این کلمه را تکرار میکرد تا این شاگردش در هنگام موت و قبل از مرگ این کلمه را تکرار بکند. ناگهان این شاگرد گفت که لا اقولها و انا بریء منها، این کلمه را من نمیگویم، من از این کلمه بیزارم. فضیل ابن عیاض ناراحت شد و این شاگردش همینجا وفات کرد. فضیل ابن عیاض گریه کنان از اینجا خارج شد رفت. بعد از چند شب در خواب دید شاگردش را.
گفت چرا من تلقین کردم کلمه را چرا نگفتی؟ گفت فضیل بن عیاض در خواب دید که او را به سوی جهنم دارن کش میکنن. گفت چرا تلقین کردم چرا کلمه را نگفتی؟ شاگردش گفت که من تکلیفی داشتم، مرضی داشتم، نزد بعضی اطباء رفتم و برایم گفتن که علاج تو در شراب است، باید سال 2 بار، یعنی در هر 6 ماه 1 بار بنوشی. لذا من شراب نوشیده بودم و در وقت مرگ نتونستم تلقین بکنم، کلمه بخوانم. فضیل بن عیاض گفت واقعا این 2 باری که تو در سال شراب می نوشیدی، همین 2 شراب نوشی تو باعث شده است که در وقت مرگ تو کلمه شهادت و کلمه توحید را به زبان نیاری و تلقین نکنی. واقعا کسانی که مرتکب این گناه می شوند و شراب می نوشند یا بقیه مخدرات و انواع مسکرات را که با انواع مختلف امروز در بازارها است و در میان مسلمان ها متاسفانه شیوع پیدا کرده و منتشر شده، کسانی که می نوشند مرتکب گناه بزرگ می شوند. الله متعال آنها را نجات بدهد و کسانی که میخواهند به این مرض رو بیارن الله آنها را حفاظت نماید و کسانی که در حالت شراب نوشی از دنیا رفتن الله مغفرتشان بکنه. واقعا گناه بزرگی است، گناه خطرناکی است. الله متعال همه ما و شما و تمام مسلمانان را از این مرض مهلک و از این حرام پلید محفوظ و مصون بدارد. تا قسمت بعد همیشه معزان را به خداوند یکتا و یگانه میسپارم. الله یار و مددگارتان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.